سلام، به یکی دیگه از پادکست های جذاب و مرموز کرایم کلابز خوش اومدید. لطفاً همراه ما باشید. در 16 سپتامبر سال 2002 تاجری 55 ساله به نام جیمز مارتین در پارکینگ یک فروشگاه مواد غذایی در مریلند با شلیک یک گلوله کشته شد. پلیس که در ابتدا به دنبال قاتل جیمز بود، نمیدونست که این تنها اولین قتل از قتل‌های تک‌تیرانداز خطرناک واشنگتنه. اما قتل‌های اصلی و شوکه کننده از 2 اکتبر 2002 در مریلند آغاز شدند. در این روز تاریخی حوالی ساعت 7:15 جیمز بوکانان زمانی که در حال چمنزنی بود مورد اصابت گلوله اسنایپر قرار میگیره و در جا کشته میشه. پلیس برای بررسی وارد صحنه جرم میشه، بیخبر از اینکه تقریباً 1 ساعت بعد حدود ساعت 8:10 صبح درست چند مایل اونورتر در منطقه اسپین هیل مریلند پریسنتا والکار هنگام پر کردن بنزین ماشینش مورد اصابت گلوله اسنایپر قرار میگیره. تقریباً 27 دقیقه میگذره که سارا راسموس در ویتون مریلند روی یک نیمکت خارج از مرکز خرید کشته میشه. بعد از این قتل سوم، پلیس واشنگتن ترس و خطر رو بیشتر از همیشه احساس میکنه. پلیس تمام نیروهای خودش رو تو حالت آماده باش قرار میده تا اگه شلیک دیگه‌ای صورت گرفت بتونه سریعتر رسیدگی کنه، ولی در همین حین در ساعت 9:58 در کنسینگتون لوری لوئیس ریورا هم در حال پر کردن باک بنزینش بود که قربانی بعدی این حملات میشه. حتی چند ساعت بعد از اون هیچ صدای شلیکی نمیاد. پلیس بعد از بررسی تمام شلیک‌ها به یک نقطه مشترک بین قربانی‌ها میرسه. تمام اون قتل‌ها با تفنگ بوشمستر XM15 انجام شده بود. اونا دنبال مکانی میگشتن که به طور همزمان به تمامی صحنه‌های جرم دید داشته باشه، اما غافل از اینکه ساعت 9:20 شب پاسکال شارلوت وقتی داشته پیاده روی میکرده در واشنگتن دی سی با همون اسنایپر کشته میشه. جالب اینجاست که اون روز مردم هیچ آدم مشکوکی رو ندیدن و واشنگتن و مریلند توی ترس عجیبی فرو رفتن و حتی بعضیا جرأت خارج شدن از خونشون هم نداشتن. پلیس به شهروندا پیشنهاد داده بود که اگه کار ضروری ندارن از خونشون خارج نشن. مردم فکر میکردن این تیراندازی‌های سریالی فقط مخصوص به 2 اکتبر و با تموم شدن این روز وحشتناک میتونن به زندگی عادی خودشون ادامه بدن. درستم فکر میکردن. همه چیز تا 5 روز بعد یعنی 7 اکتبر عادی بود. تو اون روز در ویرجینیا کارول لوئیس مارین زمانی که داشت خریداشو توی صندوق عقب ماشینش قرار میداد با شلیک گلوله مجروح شد. تنها تفاوت این شلیک با بقیه این بود که این بار قربانی جون سالم به در برد که یکی از دلایل زنده موندن کارول آماده بودن نیروهای اضطراری ویرجینیا بود که خیلی سریع تونستن بهش کمک کنن. تا اینجا فهمیدیم که قاتل مکان قتل‌های خودش رو تغییر میداده تا گیر پلیسای محلی نیفته و بین قتل‌هاش وقفه‌های کوتاه و بلند مدتی وجود داشته که رندو بودن این وقفه‌ها کار پلیس رو سخت‌تر می‌کرد. پس مشخص میشه که این قاتل هم مثل هر قاتل سریالی معروف دیگه‌ای دارای IQ و هوش بالاییه. چیزی که دستگیر شدن قاتل رو سخت‌تر میکنه اینه که اون نیازی به نزدیک شدن به قربانیاش برای کشتن رو نداره و همین باعث میشه خیلی از مدرک‌هایی که بقیه مجرم‌ها هنگام ارتکاب جرم از خودشون به جا میذارن و نداشته باشه. اما اینجا پایان ماجرا نیست. این بار تک‌تیرانداز ما برخلاف انتظارات همه عمل میکنه و ویرجینیا رو ترک نمیکنه و ساعت 8:18 شب دین مایرز رو هدف قرار میده که این بار قربانی رو با همون ضربه اول میکشه و از دست نیروهای اضطراری هم کمکی بر نمیاد. 2 روز بعد در تاریخ 9 اکتبر کنت بریتز ساعت 9:30 صبح در آشبورن ویرجینیا مورد شلیک گلوله قرار گرفت. درست زمانی که همه فکر می‌کردن الگوی حملات قاتل 2 روزه و هر 2 روز یک بار شلیک میکنه. در 13 اکتبر هیچ شلیکی صورت نگرفت و به جای اون روز در 14 اکتبر لیندا فرانکلین در فالز چارچ ویرجینیا زمانی که داشت خریدهاشو در پارکینگ داخل ماشینش میذاشت مورد هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. 19 اکتبر جفری هاپر هنگام خروج از رستوران مورد اصابت گلوله قرار گرفت و زخمی شد
وجه متمایز کننده این حمله از بقیه این بود که پلیس یک نامه پیدا کرد که توی اون درخواست پول داده شده بود و نوشته شده بود تا به خواسته خودمون نرسیم این حملات مرگبار ادامه دارن. بعد از این حمله قاتل دوباره محل جنایات خودش رو عوض کرد و به جایی که همه چیز از اونجا شروع شده بود یعنی مریلند بازگشت و در ساعت 5:56 صبح کنراد جانسون رو زمانی که روی پله‌های اتوبوس خودش ایستاده بود مورد هدف قرار داد و به قتل رسوند و این آخرین حمله تک‌تیرانداز این پرونده بود. اگه بخوایم از دید کاراگاه و پلیس‌ها به داستان نگاه کنیم ما یک قاتلی داریم که تمامی قربانی‌ها رو از راه دور با تفنگ کشته و همیشه در حال تغییر جای خودشه و هیچ ردی ازش توی سطح شهر نیست. اما چیزی که اینجا به پلیس کمک کرد همون نامه‌ایه که توی اون مجرم درخواست پول کرده بود. اشتباه قاتل این بود که برای اینکه ترس بیشتری در سطح شهر القا کنه به قتل‌هایی که در ایالت‌های دیگه انجام داده بود اعتراف کرد. همین باعث شد تا پلیس به دنبال معمای حل نشده مربوط به تیراندازی در ایالت‌های دیگه بره. گسترده تر شدن این عملیات به نتیجه رسید و اونا متوجه ارتباط این سری قتل‌های زنجیره‌ای با پرونده قتل‌های آلاباما شدن که شباهت‌های زیادی به حملات اون تاریخ داشت و یک مدرک ارزشمند پیدا شد. مدرک کوچیکی که در آخر منجر به حل این پرونده شد. اثر انگشت فردی جامائیکایی به نام لی بوید مالوو که نامش توی سیستم مهاجرتی آمریکا ثبت شده بود. از طرف دیگه از ابتدای این حملات پلیسا متوجه شده بودن که فردی که مرتکب این قتل‌ها شده دارای مهارت بالایی تو تیراندازیه. برای همین لیست بلند بالایی از تک تیراندازای قدیم و جدید ارتش آمریکا روی میز کارآگاه‌ها بود و نکته جالب این بود که بی بوید مالوو ارتباط نزدیکی با جان آلن محمد یک کهنه سرباز آمریکایی با مهارت بسیار بالا در تیراندازی بوده و قبلا هم در زمان خدمت جان آلن محمد با همین تفنگ بوشمستر دیده شده بود. به نظر می رسید تیکه های پازل به خوبی کنار هم چیده شدن و این معمای بزرگ حل شده به شمار میاد. اما تنها چیزی که در اینجا نیازه دستگیری جان آلن محمد و لی بوید مالوو است که پس از شناسایی کردنشون برای پلیس آمریکا کار بسیار آسونی بود. در همون ابتدا پلیس متوجه شد که محمد مالک یک خودروی شولت کاپریس آبی 1990 با پلاک نیوجرسیه. چندین شاهد هم این خودروی مشکوک و گزارش داده بودن اما پلیس هیچ توجهی به اونا نکرده بود. در 24 اکتبر ساعت 3:15 صبح یک راننده کامیون این خودرو رو در مریلند پیدا میکنه و به پلیس گزارش میده. پلیس ها بلافاصله به محل گزارش شده اعزام میشن و محمد و مالوو رو زمانی که توی ماشین خواب بودن دستگیر میکنن. دستگیری هر دوی اونها به صورت همزمان این احتمال رو میده که اونها یا همدست هستن یا به صورت گروهی قتلای خودشون رو انجام میدن. اما قسمت عجیب ماجرا اینه که مالوو فقط 17 سال سن داشته و محمد لی آلن یه جورایی پدرخونده اون حساب میشده. بعد از دستگیری محمد سکوت کرد و هیچ اطلاعاتی نداد. اما مالوو 17 ساله اعتراف کرد که محمد مغز متفکر این عملیات بوده و اون رو شستشوی مغزی داده و بهش یاد داده که چطوری تیراندازی کنه و ناپدید شه که نشون دهنده این قضیه است که مالوو هم در عملیات دست داشته و تیراندازی کرده. مالوو به سوال اینکه چجوری قتل رو انجام میدادن این پاسخ داد: ما از صندوق عقب ماشین تیراندازی میکردیم. محمد سوراخی در عقب ماشین درست کرده بود تا بتونیم بدون اینکه دیده شیم تیراندازی کنیم. همچنین اعتراف کرد هدف محمد 3 فاز اصلی داشت. فاز اول: ترور مردم و ایجاد رعب و وحشت توی جامعه. فاز دوم: اخاذی از دولت و دریافت 10 میلیون دلار. فاز سوم: استفاده از این پولها و تشکیل یک اردوگاه آموزشی برای نوجوانان سیاه‌پوست. همچنین اضافه کرد که محمد قصد داشت یک گروه شبه نظامی بسازه و با ظلم و ستم نژاد پرستی مبارزه کنه. مالوو تصادفی انتخاب شدن قربانیان رو تایید کرد ولی گفت که در برخی موارد انگیزه‌های شخصی هم دخیل بوده. مثلا محمد قصد داشت که همسر سابقش رو به قتل برسونه اما این کار رو انجام نداده. اون بعد از ابراز پشیمونی دوباره تایید کرد که مغز اون رو شستشو داده و فکر می‌کرده که این عملیات یک عملیات مقدس در راستای مبارزه با ظلم و ستم بوده. از اون طرف جان آلن محمد با وجود تمام مدارکی که علیه اون بودن با خونسردی تمام همه اتهامات رو رد کرد و حتی یک کلمه هم اعتراف نکرد.
و در نهایت در 10 نوامبر سال 2009 اعدام شد و پرونده اون بسته شد. لی بوید مالوو چون در زمان ارتکاب قتل‌ها فقط 17 سال سن داشت، از مجازات اعدام نجات یافت، اما در 2 دادگاه مختلف، یکی در مریلند و یکی در ویرجینیا، به حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط محکوم شد.